شده و این دانشمندان اومدن توضیحات زیادی رو در این زمینه به کمیته مالی دادن و میگفتن که الان دولت باید خودش اقدام بکنه که هر چه زودتر این نهادها برپا بشن. فرموش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل و توضیح میداد در رابطه با آمار رسمی که این کشور پیرامون برخی از خساراتی که دیده شده توسط موشک‌ها و پهپادهای ارسال شده در جنگ 12 روزه از سوی جمهوری اسلامی. بشنوید خلاصه برخی خبرها از همکارم مهداد میرزامادی. رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه گفت که با دونالد ترامپ گفتگویی بسیار مهم و مثمر ثمر در مورد تقویت پدافند هوایی کشورش داشته است. ولادیمیر زلنسکی گفت ما با آمریکا کارهای زیادی انجام دادیم و از تمام تلاش‌ها برای توقف کشتارها و بازگرداندن صلح عادلانه پایدار